چیزه چقدر در خونه خونه حالا آب ریختیم توش بذاریم بپزه گوشتی حالا عدسون پخته حالا من میخوام الان بریزم گوشتو دو عدسه شما زرچوبه رو بیدید تو منم برنج بشورم بدم خدمتتون زرچه و نمکش قاطی بشه بعد برنجی بریز حالا من برنج میزم یکم سر بده تنده گوشتو تند بود تند یکم حال باید خال روغن روغنم بریزم شما روغن یا روغن بعد سر بذارم روش بپزه بریم برنجش نونش بیاد بعد دمش کنیم بفرمایید در پس قرمه ارسنجون خیلی خوش آمدید دست شما در نکنه بفرما شما خیلی عالی